رحیم کجا های خودش میگم که میای میگم اینا نه کجا بیای دخترا بگیره خدمت کنه. دیگه در کجایی که مرا رحمت گفتین از پشت شما گفتگن، از پشت دستگیری شما. دخترا باور کنه همین خیلی که هستک رنگ فرزندی خودم همین انسان قبول کردگیم همه وقت هم نمیدونه نه که در حق ایده اوگم پادپیسچکانی دادر من السلام علیکم همه شما ده همو آدمایی که به یادگاریشون در کارن هوایی رو دچار میکنن به یادگاریشون. پاویلون 20 کورپوس ا دیوم اتاژ رحیم پروداکشن. سلام علیکم برادر جانا، یک منوت وقتتون میگیرم برادر جانا. این لحظه ما در شرکت حاجی فتحالله قرار داریم دوستان عزیز. برای ای مسکو با تمام جای تاجیکستان بغیر خوجند و پامیر تمام جای خطلون میبرد. دوشنبه فرخار کلوب مسکو که همادانه ایستش تا 44 چشمه را دوستان عزیز نمره‌ای که در زیر ویدیو میبینین 24 ساعت کار میکنه. از همه شما احتراماً خواهش میکنم زنگ بزنین، از نام کانال رحیم پروداکشن گپ بزنین، سکت دارای میتونن از تمام جای مسکو با نرخی 60 روبل برام براتون بگیرن بیارن. اگر خطون که با انمی جای مکانی که عین حال مال حضور داریم به همینجا بیارین 50 روبل دوستان عزیز. مفصل‌تر به هر یک شما معلومات میتونن نمره‌ای که در روی اکران زنگ بزنین، یک دستگیر کنین، بهترین کار میشوه. هزار رحمت کلام با شرکت حاجی فتحالله با پیش رفتیم. میکنم با کلی تماشابینان دائمی سامانه رحیم پروداکشن و با کلی پادپیسچکای اپای زلفیه صدوات مادر عزیز، مادری که 6 ماه پیش ما نوار یکم شونه پرتافتیم رکلام این بازار صدوات و امروز سوال میکنیم از مادر شیرین، از مادر تاجیکی که در انمی فدراسیون روسیه مگزین خشونه دارن. به هر یک مادر تاجیک، به هر یک زن تاجیک انمی چیزهای اسلامی دارن، از اون جمله کرتا شرف تمام نمود لباسای برای زنها را از این دکان پربرکت دسترس کرده میتونید دوستان عزیز. و میخوام که یک دو سوال از اپای عزیز کنم، از اپای شیرین کنم که بعد نوار کردگی ما دستگیری چه خیل شید، مردم با دستگیری انمی اپای عزیز اومدن یا نه؟ یک بار سوال میکنیم. السلام علیکم اپا جان عزیز. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان مهربانی من، السلام علیکم پادپیسچکانی دادر من، السلام علیکم همه شما ده. من چه خیلی که دخترای مهربانی اپاش فقط میدونه که کدام نواری را که بمونم اول میگم که خداوند به درگاه هزاران بار شکرانه کانال من 1-2 پادپیسچک بود دیگه نبود. همین تا استاپ کردگیش دخترها یگان چیم فکر میکنم چیکار کردم چی. وقتی که من به همین دو درکم این در شهر دوشنبه بود، من در شهر روسیه زنگ زدم گفتم که بچه جان من در همین روسیه کار میکنم، هم خیلی سکرتای تاجیکی سودا میکنم، هر خیلی کرتا سودا میکنم. و گفتم که دادر جان هم خیلی رکلام میکنی. گفت که در کجا کار میکنی اپا جان؟ گفتم در روسیه. گفت بله هزاران رحمت کلان در این شهر روسیه در این غریبی شما با دکان شده و شما با همین کار کرده ایستاده نه که برکلا اپا جان پرتا گفت لبای ویدیو تا گفت پرتا گفت در رکلام هم یکم جاده میمونمش. باور کنید دخترو در لبای ویدیو من همین را هزاران بار شکرانه پروردگار میکنم که همین بچه جان در سری راه من خداوند آورد. همین میگن که پروردگار الله مهربان همو آدمایی که به یادگاریشون در کارن هوایی رو دچار میکنن به یادگاریشون. من همین مقصد دست همین را کمک دست همین را مثالش در کارم بود. من همین را زنگ زدم این خداوند در دلش داخت اتکاس نکرد که میلیون رکلامه ها برای اوچرد میستن که این رکلام کنه دخترها. من نگفت زنگ زدم یافتمش کافتمش اکیم کدم کانالو یافتمش زنگ زدم سابشنش روی کدم گفت که مادر جان گفت من گفت سیلکای کانال تر گفت پیش همه میپرتم یه ویدیو که پرتم راست گپ دخترو ویدیو کنیرم نمیدونستم عقلم نگرفت که پروست دکان سیومکا کنم بگیرم ایده پرتم که من ده همیجا بیای مقصد ده همیجا کار میکنم. همین تا قطار کردم حاضره واره چیو مانیکنوما گرفتم رکلام کم ویدیو کردم پرتافتم. ایرم نه البته دیگه گجایش خیلی کرد چیکار کرد ساز کرد گرفت راست گپ در چی پرتو باور کنه. ما از خیلی باوری نداشتم دختر 1 میلیون زیاد پرسماتر شد. این دکانی ما دخترها آچیرت شد. حیران ماندم دکانی اکای رحیم در کجای کلینتو می اومدن قطیم جنگ میکردن. تست کیت که حوزی ما زنگ میزنیم نگاه که چیکار میکنیم تست که زنگ میزدم سبشه نمیرسم میگفتم که دادر جان حوزی جال برایت میکنن کلینتو از طرفی تو اومده سر خیلی با خیلی میخندیده که اپا جان گفت ای جانبی الله های این یک ما همین رکلام کردم ترا ای جانبی الله های گفتم باور کنی ای همه جا آدما می اومدن
گجاده مگزین اکای رحیم گجاده مگزین اکای بعد همو شکرانه پروردگار به درگاه هزارم بار شکرانه به دست همه آدم دخترا من کانالم داوید این تو حاضر دخترا گفتی اوروسا کی رنگ ندرجه خوره این میخل حالی همی رکلام اول آخرانی من همی آدم بود من دیگر رکلام کردگی نیستم دخترا همی خیل حاضر رفته استاده است با قدرت پروردگار به دستگیری همی دادره که من که این همی حاضر بازار اومد گفت که اپا دک جای یا بیام پیشت گفتم بچه جان تو قدری ما را دونسته با اینا با اومدی گفته باور کنی اگه ما بگایم میام همی تا همونجا داویدم آمدم که دادر ما ببینم این ما نو باید دیگری ما فقط به سابشین یا گاب میزدیم این همی خیل همی انسان خداوند پروردگار برکتش بده پروردگار ای دستی خودش خداوندی بزرگوار همه وقت نمی چی ارزوی داشته باشه جامعه عملشو پروردگار همین خداوندی بزرگوار نمی هیچ وقت محتاج منتظر مرد نامردش نکنه پروردگار همه وقت محتاج خداوند باشه همه وقت دستش همین زمین نگیره ضرب گرده در همه نمازم دعاش میکنم که خداوند نگهبانش باشه در سنجش پروردگار هر یک آدمی زاد سنجش داره خداوند همه وقت سنجش قطعی پروردگار آدم هم میسنجد یگان آدمی زاد نیست که همین خیلی پران هم پستی داره هم بلندی داره نه که انشالله خداوند هم مشکلیش میته و هم راهی حلش میته پروردگار خداوند همین بچه جان ما خداوند ای فرزنداش سرش که ای خانه و در سرش کنه در بزرگی پروردگار بمرم که خداوند بچه ارزوی مقصدش برسه هم وقت تنی صحت سلامت داشته باشه و دل خرسند به مراد مقصدش برسونه آمین الله اکبر من همه وقت در نمازم دعا گویم در حقی که آدمی که من رکلام کرد بعد همین کانال من داوید دخترها باور کنی همین خیلی که هستک رنگ فرزندی خودم همین انسان قبول کردگیم همه وقت این هم نمیدونه نه که در حق این دعاگم برای که ای جانب تو حاضرم کلینت اومده ایستاد تو حاضرم میان میگم مصفدا میان میگن که ما پد پیشچیکای رحیم کجا ده خودش میگم که میای میگم اینا نه کجا بیای دخترا بگیره خدمت کنه مگزیناش ها مگزیناشن چه خیلی کنیش مگزیناش یک قسم همی را گفتی نیم قسم همی را دستگیری همی بود که حوزی دکانی ما مقصد حوزی آدم را ما برآوردیم که دخترا التماس نیم ساعتک ما را وقت بده که این دادر ما همین وقت داره 20 مینوت حالی با انشالله میای بازار مقصد با میای 20 مینوتک وقت موتی دخترا را برآوردیم نمیجه استادگیان برای قرار هزار رحمتی خداوند پروردگار به درگاه شکرانه که در سری راه ما همین بچه جانی ما را آورده من خداوند کشایش سودا ما و برکت چه ای جانب خودش پروردگار کشاده کرده مقصد دستگیری همین انسان قطعی ما کانالامو داویدن دخترا برام قرار این دادر ما به پیش ما را اومده است با اپش دیدنی هزار رحمت کلام بچه جان دوستان عزیز یک چیزی که ما اول الله مهربان خودش دیگه در کجایی که مرا رحمت گفتین از پشت شما گفتگن از پشت دستگیری شما از پشت همون برنامه‌ای که خیریه در سمتون میگذارن از پشت همون از پشت همونی که در کامنت‌ها در حق ما گپای خوب و بهترین میزنین و چخیلی که مادر عزیز گفت در یکم نوار ما پدراب نگاب نزده بودن که ادرس های مگزین کجایی این دوستان عزیز بالای سر در اومدین حتی صورت یعنی اپای زلفیا نگاه که بی در انا اونجا زدگی میکروفون در بری دهنش موندگی این دوستان عزیز مسلمان است که ادش در زلفیا لینیایگه پاویلون 20 کورپوس ا دیوم اتاج میتونین دوستان عزیز بیان تمام نمود لباسا از اون جمله برای عروسی برای خانه همه نمود چه هست از سطر سر کردگی تا اینا نگاه کنین چیزهایی که برای جیانچهای ما زردوزیایی که هستن از طرف سمرقند بخارا از اومدگی همه نمود ای ترکیه ای دبی ای همه جا میانه تمام نمود هستن ایجا بیای خور نخو میفره یک چیز نه یک چیز خریداری کنین دوستان عزیز و یک چیز دیگه پیشنهاد شما کنم اینا نمرای دستی اپای زلفیا ویزیت کشون دیدین دوستان عزیز انا برادرانی که نو ابونش دگین در کانال مون نمیدونه که اپای زلفیا کیه سیلکه کانالش در کامنتر ذکر پید میکنم در یوتیوب کانالم سعی دارن زلفیا صدوات بزنن یعنی مادر عزیز رو پروی مرا میبینه که چقدر زبان برو داره چقدر سخنای خوب میگن گپ میزنن همش اینا با نمرایی که در روی اکران میبینه نمرای باوری انمی مادر جان عزیزای
برای زکس یگان کرته زکس میکنه یگان نمود کرتورا میگن که هر نمود رنگوش هم پارتوین خدمت رسانی هم دارن همه نمود دستف کم میکنه تاجیکستان و همه شهرها روی میکنیم. اینا نگاه که برادر میتونه که نمی زنکی که نه عروس کردگی و وردگی زنگ زنی در مدت 2 روز کرته در خونه برسه و دیگه مردگان هزار رحمت کلان همه نمود خدمت رسانی را کرده میتونه. فقط از همه هزار رحمت سپاسگزار هستم که شما دستگیری کرده امروز مادر از ما میندار شید. دوستان عزیز هزار رحمت خداوند نگهبان هر یک ما و شما باشد. دستگیری فراموش نمیکنیم با یک دستگیری دیگر میکنیم مادر عزیز. خیر دوستان عزیز تا برنامه آینده. У нас был гость, очень дорогой гость. Я за это не смогла вам сделать видео. Вот смотрите, мои красавицы. Вот такая накидочка. Сверху у нее идет вот подклад. Видите, такой подкладик. Все идут они с плечиками. И наверх платья, наверх все. Эти девочки модели у нас почти 160 штук. Я просто не успела сегодня открыть. И обзор платков тоже сегодня не могу, девочки, сделать, так как у нас сегодня будут гости дома. Сегодня я вам визуально все вот так покажу. Иншалла, завтра именно вот эти накидки, платки не буду делать, но сделаю вам видео накидок. Вот смотрите, какие накидочки, девочки мои. Вот такая красота.